سلام، من آرمین هستم. من یه اسپید کیوبر حرفه‌ای نیستم، ولی چون روش‌های مختلفی رو تست کردم امروز میخوام ساده ترین و مطمئن ترین روشی رو که خودم در ابتدا یاد گرفتم و بهتون یاد بدم تا بتونید اولین روبیکتون رو حل کنید. بیایم با هم شروع کنیم. قدم اول شناخت قطعات روبیکه. قطعه مرکزی که یه رنگ ثابت داره و همیشه ثابته، مثلا زرد همیشه جلوی سفیده. قطعه لبه که 2 رنگ داره و قطعه گوشه که 3 تا رنگ داره. هدف ما اینه که همه این قطعات رو بیاریم سر جای درستشون بذاریم. برای شروع باید اول یه صلیب سفید یا همون به علاوه سفید تو بخش سفید درست کنیم که ساده ترین روشش روش گل هستش. روش گل چیه؟ یعنی که باید سفیدا رو دور مرکز زرد درست بذاریم که برای این کار چند تا حالت داریم. حالت اول لبه های خوب هستن که همینطور که میبینید با یه حرکت سر جاشون قرار میگیرن. حالت دوم لبه های بد هستن که بالا هستن، دور زرد هستن ولی برعکس قرار گرفتن که برای اینا یک بار اینا رو به پایین میچرخونیم و بعد با یه حرکت ساده سر جاشون قرار میدیم. نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که حواستون باشه وقتی یک سفید رو جاگذاری میکنید یه خونه سفید دیگر رو اشتباهی بیرون نندازیم. یک نکته دیگه که باید تو این حالت رو در نظر بگیریم زمانیه که سفید پایین هستش. برای این کار کافیه که سفید رو روی صفحه زرد بیاریم و بعد ببینیم توی حالت بد یا خوب قرار داره. وقتی گل کامل شد رنگ کنار هر لبه رو با مرکز همرنگش تنظیم میکنیم و اون لبه رو کامل میچرخونیم تا بیاد کنار مرکز سفید قرار بگیره. این کار رو برای همه لبه ها تکرار میکنیم تا به علاوه سفیدمون کامل بشه. بعد از اینکه صلیب رو کامل کردیم وقتشه که لایه اول رو درست کنیم. برای این کار لازمه که گوشه ها سر جای درستشون توی جهت درستی قرار بگیره. نگران نباشید، این مرحله خیلی سخت نیست، ولی برای این مرحله نیازه که 2 تا الگوریتم ساده رو یاد بگیریم. برای سادگی کار اسم این الگوریتم رو میذاریم الگوریتم راست و چپ. الگوریتم راست رو ساعتگرد میچرخونیم، بعد بالا رو ساعتگرد، بعد راست پاد ساعتگرد و بالا پاد ساعتگرد. و برای الگوریتم چپ رو پاد ساعتگرد میچرخونیم، بالا رو پاد ساعتگرد، بعد چپ رو ساعتگرد میچرخونیم، بالا رو ساعتگرد. این 2 تا الگوریتم رو خوب حفظ کنید که هر جا گفتم الگوریتم راست و چپ بدونید باید چه الگوریتمی رو بزنید. توی این مرحله سفید رو به سمت پایین نگه میداریم و توی صفحه بالا دنبال گوشه‌ای میگردیم که یک رنگ سفید داشته باشه، مثل این گوشه. حالا به 2 تا رنگ دیگه‌اش نگاه کنید. به خاطر اینکه این گوشه قرمز و سبز داره میاریم میذاریمش بالای قرمز و سبز. حالا دقیقاً بالای جاییه که باید بره قرار بگیره. حالا نگاه میکنیم اگر سفید سمت چپ قرار داشت گوشه رو سمت چپ میگیریم و الگوریتم سمت چپ رو میزنیم و اگر سفید سمت راست قرار داشت گوشه رو سمت راست میگیریم و الگوریتم سمت راست رو میزنیم. و حالت سوم اگر سفید رو به بالا بود گوشه رو سمت راست میگیریم و 3 بار الگوریتم دست راست رو میزنیم. با این کار این گوشه رو حل میکنیم. حالا کافیه که برای همه گوشه ها این کار رو تکرار کنیم. حالا اگه دیگه هیچ گوشه‌ای با سفید پیدا نکردید و هنوز لایه پایینتون درست نشده میگردید گوشه هایی که سر جاشون قرار ندارن رو پیدا میکنید. سپس اون گوشه رو سمت راستتون قرار میدید و یه الگوریتم راست میزنید تا این گوشه از اون جای غلط در بیاد و بعد از اون گوشه رو جای درستش قرار میدید و الگوریتم درستش رو میزنید تا گوشه سر جاش قرار بگیره. حالا که لایه اول کامل انجام شد میریم سراغ لایه دوم. یعنی میخوایم قطعه های لبه رو بالای لایه اول در جای درستشون قرار بدیم. برای این کار سفید و پایین نگه میداریم و توی لایه بالا دنبال قطعه های لبه‌ای میگردیم که توشون زرد نباشه، مثل این قطعه. حالا باید این قطعه رو با مرکز درستش هماهنگ کنیم. حالا اینجا 2 حالت پیش میاد که باید ببینیم
این قطعه باید سمت چپ بره یا راست. وقتی متوجه شدیم به کدوم سمت باید بره، قطعه رو به سمت مخالفش یه دونه دور میکنیم. مثلا اینجا چون باید بره سمت چپ، اول قطعه رو به سمت راست هول میدیم، بعدش یه الگوریتم دست چپ میزنیم که باعث میشه گوشه رو در بیاریم و دوباره این گوشه رو به همون روشی که یاد گرفتیم حلش میکنیم. به این گوشه نگاه میکنیم، سفید دست راسته، پس گوشه رو میگیریم سمت راست و یه الگوریتم سمت راست میزنیم و دو تا قطعه با هم سر جاشون قرار میگیرن. حالا اگه قرار باشه قطعه لبه بره سمت راست، لایه بالا رو یه دونه به سمت چپ دور میکنیم، بعد یه الگوریتم دست راست میزنیم که گوشه رو از سر جاش در میاره و بعد نگاه میکنیم که سفید به کدوم ور هست. سفید سمت چپ قرار داره و دوباره الگوریتم دست چپ رو میزنیم تا دو تا قطعه با هم سر جاشون قرار بگیرن. این کار رو برای تمام قطعات لبه‌ای که رنگ زرد ندارن و توی لایه بالا هستن انجام میدیم. اگر توی لایه بالا هیچ لبه‌ای پیدا نمی کنید که رنگ زرد نداشته باشه و هنوز لایه دوم درست نشده، میگردیم دنبال قطعاتی که سر جای درستشون نیستن و رنگ زرد ندارن، مثل این مورد. بعد سعی میکنیم یک لبه‌ای که زرد داره رو جای این قرار بدیم. این کار باعث میشه که این قطعه لبه رو از جای نادرستش در بیاریم و سپس با همون روش هایی که قبلا یاد گرفتیم سر جای درستش قرار میدیم. وقتی لایه دوم تموم میشه، شما تبریک میگم، فقط یک لایه مونده تا مکعبتون رو کامل کنید. توی این مرحله شروع میکنیم اول یه صلیب یا همون به علاوه زرد توی صفحه بالایی درست میکنیم. اگر از قبل یک صلیب یا به علاوه تشکیل شده که این مرحله رو میتونید رد کنید. اگر یه خط تشکیل شده، شما باید جوری بچرخونید صفحه بالا رو که این خط به صورت افقی قرار بگیره. بعد از اون صفحه روبرو رو به صورت ساعتگرد میچرخونیم، یه الگوریتم دست راست میزنیم و سپس صفحه روبرو رو به صورت پاد ساعتگرد دوباره یه دونه میچرخونیم و اینجوری به علاوه زردمون درست میشه. اگر به جای خط یه قلاب تشکیل شده بود، قلاب و گوشه عقب سمت چپ قرار میدیم، سپس صفحه روبرو رو دوباره به صورت ساعتگرد میچرخونیم، دو تا الگوریتم دست راست میزنیم و صفحه روبرو رو به صورت پاد ساعتگرد میچرخونیم و دوباره به علاوه زرد تشکیل میشه. اگر هیچ کدوم از این موارد نبود و یه نقطه تشکیل شد، شما همه کارهایی که برای خط انجام میدادید و انجام میدید و سپس یه قلاب تشکیل میشه و دوباره مراحلی که برای قلاب انجام میدادید و انجام میدید. نکته‌ای که باید توی این مرحله بهش دقت کنید اینه که ما به قطعه های گوشه توی این مرحله کاری نداریم که زردش بالاه یا زردش بالا نیست. ما فقط قطعه های لبه رو در نظر میگیریم و کیس های نقطه، خط و قلاب رو باهاش تشکیل میدیم. حالا باید قطعات لبه این به علاوه رو توی رنگ مرکز درستش قرار بدیم، به این شکلی که به شما نشون میدم. ولی بیشتر مواقع این رنگ ها در جای درستی قرار ندارند. برای این مرحله نیاز داریم که یه الگوریتم جدید به اسم ماهی یاد بگیرید. برای سادگی کار شما لازمه که این دو قطعه رو دنبال کنید. در ابتدا این جفت قطعه رو از سر جاشون در میاریم و به سمت بیرون هدایت میکنیم و دوباره بخش سفید رو سر جاش میذاریم. سپس جفت قطعه رو به سمت پشت هدایت میکنیم، رنگ زرد رو سر جاش برمیگردونیم و بعد از اون صفحه بالا رو دوبار میچرخونیم تا جفت قطعه سر جای اولشون قرار بگیرن و سفید رو میچرخونیم به سمت پایین. این الگوریتم رو انقدر تکرار کنی تا باهاش آشنا بشید و توی حافظه عضلانیتون بمونه. برای استفاده از این الگوریتم لازمه که تا جایی که میتونید رنگ‌های درست رو با مرکزها ست کنید. اگر هیچ رنگی ست نبود، صفحه بالا رو انقدر میچرخونید تا حداقل یک رنگ مچ بشه. توی این مرحله شما حداقل 2 تا رنگ درست رو میتونید ست کنید. اگر اون 2 تا رنگ هماهنگ شده مثل این حالت روبروی هم قرار داشتن، یک بار الگوریتم ماهی رو انجام میدید.
بعد از این مرحله شما میتونید حداقل 2 تا رنگ رو پیدا کنید که کنار همدیگه با مرکزاشون هماهنگ شده باشن. وقتی این 2 تا رنگ رو پیدا کردید، اونا رو سمت عقب و راست قرار میدید و یک بار دیگه الگوریتم ماهی رو انجام میدید. این بار حتما باید بتونید همه رنگ ها رو با مرکزاشون هماهنگ کنید. الان تو این مرحله فقط لازمه که گوشه های زرد رو در جای درست و جهت درست قرار بدیم تا مکعب ما کامل بشه. توی این مرحله نیاز داریم که یه الگوریتم ساده دیگه یاد بگیریم به اسم نیکلاس. برای این الگوریتم نیازه که این 2 تا جفت روبرو رو دنبال کنیم. اول جفت سمت راست رو در میاریم و میبریمش عقب و سپس جفت سمت چپ رو در میاریم و اون هم میبریم عقب که این باعث میشه جفت سمت راست برگرده سر جاش. پس اونو میذاریم سر جاش و میچرخونیم و سپس جفت سمت چپ رو برمیگردونیم سر جاش و میچرخونیم سمت چپ رو تا کامل بشه. این یک تکرار از الگوریتم نیکلاس بود. این کار رو چندین بار انجام بدید تا باش کاملا آشنا بشید. برای اینکه ببینیم یک گوشه تو جای درستش قرار گرفته، باید بررسی کنیم که رنگ‌های غیر زردش آیا با رنگ‌های بغلش هماهنگ هستن یا نه. برای مثال این گوشه سر جای درستی قرار نداره. حالا اگه به این گوشه نگاه کنید میبینید که این گوشه سر جای درستی قرار داره، چون این رنگ‌ها با رنگ‌های بغل ست هستن و هماهنگ هستن. وقتی هیچ گوشه‌ای سر جای درستش نیست، نیکلاس رو از هر جایی که بخواین میتونیم انجام بدیم. و بعد از اون مرکزها رو با لبه ها دوباره هماهنگ میکنیم. این بار باید حداقل یک گوشه درست بتونیم پیدا کنیم. وقتی یک گوشه درست داریم، اون گوشه رو سمت چپ قرار میدیم و یک بار دیگه الگوریتم نیکلاس رو تکرار میکنیم و دوباره لبه ها رو با مرکزها بررسی میکنیم و میبینیم که آیا گوشه ها همشون سر جای درستی هستن یا خیر. اگر باز هم گوشه غلطی داشتیم، یک بار دیگه الگوریتم نیکلاس رو تکرار میکنیم و مرکزها رو هماهنگ میکنیم. الان دیگه باید همه گوشه ها سر جای درستی قرار گرفته باشن. رسیدیم به مرحله آخر. الان دیگه فقط باید گوشه ها رو بچرخونیم تا مکعب ما حل بشه. برای این کار مکعب رو کامل میچرخونیم و سفید رو به سمت بالا میگیریم و تک تک گوشه ها رو جدا جدا شروع میکنیم به حل کردن. مکعب رو یه جوری باید دست بگیریم که گوشه پایین سمت راست یک قطعه حل نشده باشه و سپس انقدر الگوریتم دست راست رو تکرار میکنیم تا این گوشه حل بشه. وقتی این گوشه حل شد، صفحه پایین رو انقدر میچرخونیم تا یک گوشه حل نشده دیگه پیدا کنیم. حواستون باشه توی این مرحله مکعب رو نباید بچرخونید، فقط صفحه پایین رو میچرخونید و دوباره الگوریتم دست راست رو انقدر تکرار میکنیم تا این گوشه حل شه و میریم سراغ گوشه بعدی تا تمام گوشه ها حل بشن و بعد از اون صفحه پایین رو هماهنگ میکنیم تا مکعب کامل حل بشه. تبریک میگم، شما تونستید اولین مکعبتون رو با موفقیت حل کنید. برای آموزش های بیشتر پیج رو سابسکرایب کنید.